بسیار مقبول شدی. زنده باشی. تو هم مثل همیشه بسیار مقبول شدی. خاله سلطانه، خداوند محبتتان زیاد بسازه. غیرت باشه، شما چرا آمدین؟ خانم حمیده به شما غذا روان کرده. بسیار تشکر خاله سلطانه. من اینا رو داخل میبرم. شما رفته میتونین. درست است. اشتهای خوب. یوسف، میز غذا رو آماده کنم، بسیار گشنه شدم. دروغ خو نگفتن. کسی با مرده به گور نمیره. خدایا خودت برام کمک کو. این دختر خو هیچ از جایش تکان نمیخوره. خسته نباشی. زنده باشین. میخواستم رجوعیش تبدیل کنم. امرایت کمک کنم. پس درست است. اگه برتان زحمت نمیشه بر چند دقیقه قسم بگیرینش. معلوم میشه خواهرتان بسیار زیاد دوست دارین. هرچند آقا رمزی در اوایل میگفت که هوا غیر از ما کس دیگری نداره، اما ما خارج از شهر بودم. وقتی خبر شنیدم آمدم. خلاص شد؟ آها بله خلاص شد. رمزی پدر چی گپ شده؟ چرا دروازه رو امرای زنجیر بسته کردی؟ بچه اینجا یک خانه معمولی نیست، فقط که خبر نداری و نمیفهمی که ما در اینجا کی رو پنهان میکنیم. بعد از این باید تمام دروازه قفل باشن و پنجره ها بسته باشن. درست است؟ فهمیدی؟ پدر بانن دیگه دایی خرابه غیر از ما دیگه کی میه؟ حتما من یک چیز میفهمم. گپ من قبول کن، هیچ اعتراضم نکن. بچه میفهم بسیار غم داری، قلبت میسوزه. میفهم که تحمل غم بسیار مشکل است، اما یه قسم نمیشه. تا چی وقت میخوایی که در دکان باشی؟
تو باید در زندگی تغییرات کلی بیاری. نشنیدی که میگن وقت کاشانه تبدیل شد دنیا هم تبدیل میشه. بدونی که به گذشتت فکر کنی به زندگیت ادامه بده. درست است استاد، اما شما درباره من فکر نکن، حتما به خود یک جای پیدا میکنم. بیازو اگه تو بخوای به خاطر من اینجا باشی من زیادتر جگرخون میشم. باز بیبی یلماز خان به تو پیشنهاد کار کرده، تو باید او کار قبول کنی. اگه به خود یک زندگی آرام راحت بسازی بد میشه بچه. ببینین استاد، این کس به شما به ما یاد دادین، حالا برام میگین که شما را در نیم راه رها کرده برم، چطور امکان داره؟ بچه وقتش که رسید انسان در مورد راحتی خودم فکر میکنه. همی دکان و هم خانه تا به کرایه بده. اگه این کار کنی کم دگام پول پیدا میکنی. امکان نداره استاد. گوش کن بچه. ببینید با یک شرطی گپتان قبول میکنم، این دکان از شما میباشه. اما استاد خواهش میکنم این گپ من رد نکنید. هیچ لازم نیست که شما پشت دیگه دکان بگردین. استاد شما با او خانه کوچ کنین، یک قسمی دل مام جمع میشه. اگه تو نکنین باز ما هیچ وقت جای نمیرم. باز بعدن مادرم کوشش میکرد مرا قانع بسازه. یعنی به یه اندازه بازی گوش بودی؟ طفولیت بود دیگه. اما هنوزم عادتهای طفولیتت فراموش نکردی. میشه یک دقیقه بگیری؟ مسعود پس میایم. ای از تو است. ای چی است؟ وقتی در اتاقم دیدم بسیار خوشم آمده بود. باز وقتی که گفتی ایره تو آوردی بسیار متعجب شدم. من نمیفهمم چطور ساخته میشه، اما اگه تو از اینا بسازی شاید ما بتانم ساختنش یاد بگیرم. زنده باشی باده. زیاد وقت میشد از این چیزا دور بودم. زنده باشی. پس حال وقتش رسیده. فکر میکنم نباید میگفتم. درست است، تو داخل برو. ما چراغا را خاموش کردم میایم.
به من همه زبنه؟ بسیار برات میزیب. قهوه آماده میکنم، تو هم میخوایی؟ نه خیر نمی نوشم، میخوایم بخوابم. بادا صبح بخیر. تو چی وقت بیدار شدی؟ چند دقیقه پیش تو را می دیدم. چی شد؟ نه که شرمیدی؟ ما یک شاور میگیرم که سر حال شو. آیشه من دروازه را باز میکنم. تو بکسمه بیار. صبح بخیر آقا جلال. صبح بخیر منور. راستش ما بسیار به تشویش بیادرم بودم. دیشبم رای باده بیرون رفته بودم. باز وقت شب خانه آمدم خواستم که یک دفعه اینجا بیایم. بادام شب خانه نامد. خوب است، یعنی اونا هنوزم با هم هستن. امیدوار هستم که این وضعیت باعث نشه که بادا دوباره جگرخون شوه. من همچنان. پس من یک بار با موبایل بیادرم زنگ میزنم. بسیار تشکر میکنم. روزتان خوش. منور. مام همیاله میخواستم بکسم گرفته بیرون شوم. ما بکسم میگیرم، باز هر جایی که بخوایی ترام میرسونم. بسیار تشکر. خدا به زحمت نسازین. زحمت چی؟ من زود پس میام.
سلطانه چای دم کن، سلطانه دروازه را باز کن، تمام کارا را تو انجام بده. پنهان خانم تا 10 بجه خواب باشه. خوش آمدی بچه. خوش باشین خاله. خواستم به جای زنگ زدن خودم آمده خبرتان رو بگیرم. بچه مگه میخوای جواب رد بدی پس برام هیچ نگو، اگه نه ازت خفه میشم. نخیر خاله، ما آمدیم بگویم که کارم شروع کردم ایتانم. آی بسیار خوش شدم. یلماز خانم وقت بشنوه بسیار خوش میشه. بیا بچه بیا. انشالله که قدم دی خانه نیک شوه باعث خوشی ای خانه شوه. انشالله خاله، اما راستش اگه شما کدام ممانعتی نداشته باشین باز ما تنها نامدیم. خیرت باشه. کدام کس را امرایت آوردی؟ آی مهمان تو همی است. خاله از روز تولدش با ما بوده. ما ایره رها کردن نتونستم. اگه اعتراض ندارین باز ایده می باخچه باشه. ما خو مشکل ندارم به خاطر که توی را بسیار دوست داری. بعضی اوقات اینا از انسان ها کده خوبتر میفهمن، صادق میباشن، قابل اعتماد میباشن. راست میگن خاله. بعد از این داخلی خانه شدن نمیتونی، باید در باغچه باشی. درست است؟ دوست آفرین. آفرین. همینجا منتظر باش. بیا بچه بیا. برو بچه داخل برو. چی کردی سیبیل؟ تمام کارا را خلاص کردی دخترم؟ بله یلماز خان. قسمی که گفته بودین خانم کرایه گرفتیم، به محل کارش هم نزدیک است. آها بسیار خوب. پروازش چی وقت است؟ فردا صبح است یلماز خان. هواپیما یلماز صادق هم فردا صبح پرواز میکنه. درست است. زنده باشی دخترم، بسیار تشکر. خیرت باشه یلماز خان، میخوایی که کجا بری؟ نه خیر، من هیچ جایی نمیرم خانم حمیده. نه یک نمایشگاه باز شده. از شرکت ما بعضی افراد میرن، درباره همین گپ میزدیم. خوب درست است. در اصل ما به خاطر یک گپ دیگه پیشت آمدی. میفهمی چی شده یلماز خان؟ یوسف دیشب خانه نامده. خب آیا تو هم هنوز نفهمیدی؟ اونا به خانه تابستانی رفته بودن، یعنی که تا حال با هم یک جای هستن. بسیار خوش شدم. خداوند خوش داشته باشیشن. انشالله که دست به دست به خانه خود آمدن. ما مطمئن هستم آی انشالله خدا کنه که همه قسم شوه یلماز خان. حمیده، از دختر ما خبر داری؟ او کجا رفته؟ به خاطر که در مورد کارم رایش گپ بزنم در اتاقش رفتم اما نبود. نه خیر خبر ندارم، حتما بیرون رفته دیگه. قبل انام ای آهنگ شنیده بودی؟ نه خیر، اولین بار است که میشنوم. ای یک هنرمنده است که پا به پای کسایی که طرز دیدشان به زندگی از دیگران متفاوت است را میره. ما باید از تو بسیار زیاد تشکر کنم. چرا؟ اگه تو نمی بودی شاید ما او شب با او خشم و عصبانیتی که داشتم پیش بادم میرفتم. باز مثل همیشه با هم گفتگو میکنیم. باز برکت گپای خوب تو بود که من تانستم دوباره دخترم از هتل به خانه بیارم. نیاز به تشکر نیست در اصل. من نیت شما رو به خوبی درک کرده میتونم. شما یک شخص بسیار مهربان هستین. بعضی پدر مادر هستن که اولادای خود درک کرده نمیتونن، یعنی همیشه میخواین کار دل خود انجام بدن و اما کار بالایشان تحمیل میکنن بدونی که گپ اونا رو بشنون. اگر دو جانب متوجه گپا و خواهش یک دیگه خود باشن فکر میکنم هیچ مشکل باقی نمیمانه. کاملا راست گفتی. تو یک دختر بسیار جوان هستی اما گپایی که میگی واقعا تجربه آور است. راستی منور، تو چی مصروفیت داری؟ یعنی کدام کار میکنی یا که دانشگاه میری؟ نه خیر، دانشگاه نمیرم. متاسفانه امسال امتحان داده نتونستم، اما تا وقت امتحان آینده میخوایم که برای خود یک کار پیدا کنم. یعنی میخوایم یک مسلک هم یاد بگیرم و تجربه بر خود حاصل کنم. فقط همین. تصمیمت قابل قدر است. اما فکر میکنم پدرم با این تصمیم موافق نیست، به خاطر که وقت برش گفتم میخوایم کار کنم باز برام گفت به شرکت خودم بیا.
خب اونا هم حق دارن میخواین زندگی من را آسان‌تر بسازن، اما من یه قسم زندگی را نمیخوایم. میخوایم مثل انسان‌های دیگه عادی زندگی کنم. بعد از این میخوایم سر پای خود استاده شوم. یعنی کاملا مثل باده. خسته نباشی. سمه بیادر چطور هستی؟ تشکر محمد جان، تو چطور هستی؟ زنده باشی. روز بخیر. تشکر با شما. بسیار میبخشن خانم محترم. زنده باشی محمد بچیم. بسیار میبخشن خاله جان، اما من شما را نشناختم. من مادر جنید هستم بچیم. پس به می خاطر شیرتان برام آشناست. من روی ندارم که طرفتان سیل کنم. با این گپا چیز تغییر نمیکنه، اما باز ما به جای بچیم از شما معذرت میخوایم. خواهش میکنم. راستش جونیت ما بسیار بچه خوب است. ای که ای کار چطور انجام داد و چرا انجام داد هیچ نفهمیدم، اما باور کنین همی که بفهمم کجاست همون لحظه به پلیس تسلیمش میکنم. او باید جزای ای کارش ببینه. میفهم خاله جان، اما شما قسم با این گپا خود خسته نسازن. من موتر دارم، اگه خواسته باشین شما را برسانم. مریضم هستین. ای گپ دیگه از کجا شد بچیم؟ فضل خدا صحتمند هستم. جنید وقت پیش ما کار میکرد گفته بود مادرم مریض است و با کدام ماشین ضرورت داره. اما نه خیر، ماشین چی بچیم؟ من کاملا خوب هستم و با کدام ماشین نیاز ندارم. بس حتما ما غلط شنیدیم خاله جان. اگه کدام دوستشان مریض می بود من حتما خبر می شدم. خدا را شکر تمام دوستایشان خوب هستن. شاید گپش درست نشنیدی. فهمیدم خاله جان، دقیقش نباشین. روزتان بخیر. روز تو هم بخیر بچیم. خب خان صاحبا، حالا که اولادای ما بیرون رفتن ما در این خانه کاملا تنها موندیم. ما بسیار خسته شدیم. همین کافی است که اونا خوش باشن. حمیده این تنهایی ما زیاد طول نمیکشه خانم بیادر. باز خواد دیدین همین که شام شما باز دوباره پس به خانه خود آمدن. آی به خدا راست گفتی حسن. حالا بخیزین که صبحانه آمده است. شاید شما مثل ما بسیار گشنه شده باشین. کاکا یلماز؟ یلماز؟ از اینکه مزاحمتان شدم بسیار معذرت میخوایم، اما از اینکه مرا به کار استخدام کردین خواستم ازتان تشکر کنم. یلماز بجای محسن امروز به کار شروع میکنه. بسیار خوب. کار خوبی کردی. از اینکه کدام بیگانه را می آوردی خوب شد که یک آدم آشنا را استخدام کردی. تبریک باشه. تبریک باشه بچه. زنده باشین. شما را از این کارتان پشیمان نمیسازم. خداوند ازتان راضی باشه. زنده باشی بچیم. یوسف صبح بخیر. صبح بخیر. صبحتان بخیر چشم بادامیم.
اگه شما اینجا می باشین و برام صبحانه بخورم. برو ما هستم. وای ما با خدا مثل فرشته ها خوابیدی. بیبی که ده اینجا چیه اعصاب گل کمه بریزم که راحت شوی. جونیت یوسف چی شده؟ چرا صدایت نمیکشی یوسف؟ میفهمی چند بار تک تک زدم چقدر با تشویشت شدم؟ چقدر صدایت کردم فکر کردم خدای نخواسته کوکایت باز شده یک عالم فکر خراب در ذهنم آمد. درست است تشویش نکن خوب هستم. فقط ده همام کمی دیر ماندم. بسیار ترسیدم یوسف. فکر کردم دورت چیزی شده. درست است خوب هستم. اگه دورت چیزی شده باز من چی کنم؟ من عاشق تو هستم یوسف درکم کن. یوسف مرا رها نکن. بسیار دوست دارم.
خدا سپاسگزارت هستم که معجزه تام دیدم. باش برم زی پدر زنگ بزنم. از بسیار وقت منتظری لحظه است. خوش کنی. چرا چشم بادمیم؟ پدرم پدرم اعتماد ندارم. او فریبکار است. با خدا در این مدت به خاطر که تو خوب شوی بسیار زیاد تلاش کرد. پس چرا اینجا هستم جونت؟ مادرم کجاست؟ تبرک خواهرم کجاست؟ من میفهمم پدرم کدام نقشه دارم. من میفهمم. اما تو باید بگو بمار میمارم. کافی است که تو بخوایی. چوب باش. نباید صدایت بشنون. حالا بگو پدر با من چی کرده؟ پدر با من چی کرده؟ چی کنم دیگه چشم بادمیم. برات خود گفتم که فقط میخوای که تو خوب شوی. با من دروغ نگو جونیت. چند لحظه پیش پرسیدم که مادرم کجاست. تبرک خواهرم کجاست. خوب استی هوا. باش برات کم آب بتم. زیاد وقت میشه که چیز از گلونت پایین نرفته. چطور شد؟ بهتر هستی؟ چقدر وقت میشه که من این قسمت رو راستش بگو همراه پدرم دمانش چی گپ میزدی؟ کی را امریکا میبرد جونت؟ بلیاز خدا بگو. در قصه گپا نباشه هوا. یگانه چیزی که مهم است سلامتی تو است. مرا خسته نساز. بگو لطفا. مرا کی اینجا آورده؟ بلیاز خدا بگو. لطفا جونید. وقتی دیدم تعجب کردم. چه دروغ بگویم منتظرت نبودم. راستش در اول مام راضی نبودم. میگفتم دکانه رها کردن نمیتونم اما تقدیر همی بوده. باز وقتی که شما خواستین نتونستم رد کنم. ای با مام یک آغاز نو خواد بود. کار خوبی کردی بچم. غم تازه است. اگر نیو خانه با او یاداش تو را آرام نمیموند. بیبی ما اینجا یک خانواده بزرگ داریم. بله سلطانه راست میگه. خداوند از نظر بد نگاه کنه. یک خانواده بزرگ داریم. آمین. اگه آدم ها وظایف خدا درست انجام بتن هر کس جای خدا بشناسه هیچ مشکلی پیش نمیایه. سلطانه با خدا تو هم ده ای کار ثواب کردی نی؟
تو هم کار خدا به خوبی انجام خود دادی. تشویش نکنین خانم. گشنه شدی؟ بیا نان بخور. زنده باشین خانم، نوش جانتان. پس درست است. سلطانه میشه که همو چای بیاری ها؟ بچشم خانم. ای بچه بسیار مؤدبانه رفتار میکنه، ازش خوشم آمد. راست میگی، بچه خوب است. من چند بار به دکانش رفته بودم. مورد موتر بسیار میفهمید بیادر. آی درست است. تمام روز در مورد او گپ نمیزنیم دیگه. بفرما بیگی. گرفتم خانم، بیادر زنده باشی. قسمی که برات گفتم وقتی شنیدم که تو خودکشی کردی باز دنیا سرم تاریک شد. کاملا دیوانه شدم. وقتی هوا نفس نمیکشه پس تو باید زنده نمانی احمق. به هر صورت باز به شفاخانه رفتم. گفتن عملیات جریان داره. بعد از عملیات دکترها با پدرت گفته بودن. چی گفته بودن؟ گفتن فلج خود شدی هوا. اما تو اصلا به گپای اونا باور نکو هوایی. اونا میگفتن که چشمایتون باز نخواد کردی. میگفتن که باید معجزه شو و معجزه هم شد. امرایم گپ میزنی. از شفاخانه چطور بیرون شدم؟ چند روز تحت مراقبت جدی بودی. یک روز در باغچه شفاخانه خواب رفتم. بیدار که شدم گفتن که مرخص شدی. بعدن باز پیش پدرت رفتم. پرسیدم گفت که در خانه نیست. ما تسلیم نشدم، گفتم پیدایت میکنم. وقت اصرار کردم باز جایت گفت. خب اینجا کجاست جونید؟ اینجا یک منطقه خارج از اورگوپ است. مرا چرا اینجا آوردن؟ ایره دیگه نپرس هوا. ما وقت فهمیدم جور هستی و در اینجا هستی باز از همه چیز منصرف شدم. فهمیدم که دانت بسته کده. درست است. اما از این به بعد به خاطر من باید چوب باشی جونید. پدرم نفهمه که من به هوش آمدیم. اما چرا چشم بادمیم؟ اگه بفهمه خوش میشه. گفتم نباید بفهمه جونید. تا که نفهمم او چی میکنه او هم باید. اما تو بی خبر مانه. اگه آمد باز میفهمم که چی کنم. تشویش نکن. درست است. ما همیشه اینجا پیشت میباشم. حالا که گپ میزنی شاید به زودی بلند شده بتانی. با تو بهترین دکترها رو میارم هوا. باید تو رو یک بار ببینن. جونید نرو. میشه موبایلت به من بیدی؟ با تو براک زنگ میزنم.
به نظرتان یک بار به اولادا زنگ بزنم؟ اونا را راحت بان حمیده، مزاحمشان نشو. آی حسن، میبینی ای آدم چقدر راحت است؟ اونا خو بیگانه نیستن. کی هستن ها؟ یکیش بچیم دیگهش عروسم. فقط که تشویش داشتن گناست یلماز خان. اون خودشان آمدن. بسیار تشکر میکنم، شما رو به زحمت ساختم. یعنی چی؟ خواهش میکنم ای قسم نگوین. یک گلاس قهوه می نوشیدین، شاید بیادرمشونم آمده باشن. کدام وقت دیگه انشالله. باده خودش به من زنگ میزنه. حالا مزاحمشان نمیشم، اما تو نیست. به نظر من کار خوب میکنین. اگه تصمیم خودشون بگیرن باز شاید خود راحت احساس کنن. من واقعا باور دارم که همه چیز خوب خواهد شد. انشالله. روزتان بخیر. روز بخیر. توبه توبه، این موبایلم چی شد؟ تو هم اصرار کردی که گپ میزنم هوا. امرای ما به مشکل گپ میزنی. کمه که سرحال شدی باز گپ بزن، درست است؟ درست است، یک دفعه جیب ما ببینم. اوه خدایی رو ببین. خاموش شده، شاشم نداره. جونید لطفاً باید به توبراک زنگ بزنم. درست است، صبر کو. ما اول یک دکتر پیدا میکنم، تا وقت موبایل ما در شارژ میمانم. باز هر جایی که خواسته باشی زنگ بزن، درست است؟ جونید بگو هوا. یک گپ ازت میپرسم. یوسف میفهمه که من اینجا هستم. با شفاخانه چی اونجا آمد؟ هوا امگی میفهمه که بالای تو چی آمد. خانجی اغله هم میفهمه. اگه به شفاخانه میامد میدیدمش. ما او روزا هم اونجا بودم. او آمده. یوسف اگه خبر شده باشه حتما آمده. امکان نداره. میفهمم آمده ولی در شفاخانه من نیافته. بعد تو همراه من چی کردی؟ ما هم خبر نداشتم هوا. اما بیبی پیدایت کردم. اگه وام میخواست پیدایت میکرد. او فقط پروا یک نفر داره. او هم خانمش است. متوجه گپایی که میگی باش جونید. درست است. هوایم چشم بادامیم. ما تو رو ناراحت دیده میتونم.
تو زخمی شوی از قلب من خون میچکه. با ما باور کو یوسف دیگه از تو منصرف شده. کارایی را که میگم انجام بده. تو هیچ چیزی را نمیفهمی. هیچ چیزی را. از این خاطر نمیخوایم که نظر بدی. میفهمم که چرا همراه او دختر ازدواج کرد. جزایشو میبینم. اما از من منصرف نمیشه. حتی اگه با ما را منصرف نمیشه. اگه قسم است پس چرا هیچ با فکرت نیست؟ همین دیروز دیدم همراه خانمش دست به دست بودن. دبالون سوار شدن هوا. چوب باش. چوب باش. چوب باش. برات ثابت میسازم هوا. برات ثابت میسازم. نشانت میدم کسره که دوست داری قلبش به خاطر کی میتپه. باز ببینیم که چطور باور نمیکنی. پدرت چیزی نگویی. بچه امرای که گپ میزدی؟ امرای هوا گپ میزدم پدر. دکترها گفته بودن که فایده داره نه؟ اگه جوابم نته بازم دل آدم میخوای امرایش گپ بزنه. کاش دخترم جواب داده میتونست. صبح خیر. صبح تو حتما بخیر بوده دخترم. براتون چه خوب میخوایم. تو خو یه چیزی نخوردی هنوز بشقابت پر است. امروز هیچ اشتیا ندارم حمیده جان. تو ده ای گل صبح با آقا جلال چی کار داشتی؟ پیش باده رفته بودم. گفته بودین که او را تنها نمانی نی؟ خانه نبود باز آقا جلال مرا پس رسان. از خود موتر نداری؟ مراد به تعمیر برده بودش مادر. خب چی گفت؟ در مورد چی گفت؟ آی به خدا شما مرا نیم آدم خود ساختین. آقا جلال در مورد چی گپ میزد؟ یوسف؟ باده؟ اما ترسنی؟ خب چی میگفت؟ چیزی نگفت مادر. گفته جانم گفته. در شفاخانه هم دانه خود گرفته نمیتونست. یوسف هوا را فراموش نمیکنه. میگفت ای عروسی نتیجه نخواد داد. آدم روانی. براتان اشتیای خوب میخوایم مادر. از برای خدا همه تان رشخندی را شروع کردین. مزاق کردم دخترم. او خدای من. منور لطفاً از خانه گم نشی دخترم. بعد از رفتن پدرت به خاطر کارهای زمین میریم. درست است مادر جان. حالا بیا بچه بیا. این اتاقت است. با خوشی زندگی کنی. بسیار مقبول است. او خوشت آمد؟ خوب است. اگه کدام مشکل داشتی پیش ما بیا، درست است؟ از گپای خانم حمیده سرپیچی نکن. به هر کاری که امر کردن انجام بده. اگه کار نبود باز خدا برشان زیاد نشان نده. دیگه چی بگویم؟
ها تا یوسف چیزی نپرسیده هوش کنی گپ نزنی. کم گپ بزن زیاد کار کو تا ازت راضی باشن. درست است بچه؟ درست است. زنده باشی خاله. تو هم زنده باشی. سلطانه. بله یلماز خان. اما تو را کار داشتم. خاله سلطانه اتاق من نشان داد. پس تو اینجا می باشی ها؟ بله. گفت که نخواستین در دکان بخوابم. وقتی را مناسب دیدین مام چیزی گفتن ندانستم. زنده باشین کاکا یلماز. سلطانه یک بار همراه ما بیا. درست از یلماز خان. تو میخوای چی کنی سلطانه ها؟ خیرت باشه یلماز خان. چی شده؟ دیگه چی شده؟ یکی خوب اجازه او را به کار گرفتی و حال باز در خانه برش جای دادی سلطانه. یلماز خان اتاق همین خالی بود از او خاطر. وظیفه توی است که اتاقای خالی را پر بسازی ها؟ یک بار میپرسیدی خبر میدادی. تو از چی وقت تا به حاله قسم سر دل خود هر کار را میکنی؟ استغفرالله. ما وقت دیدم شما به بچه قدر محبت دارین. حتی وقت مادر زنده بود بهشان کمک کردین. در شفاخانه به عیادتش رفتین. با وجودی همه کارا به جنازش هم شرکت کردین. این دو موضوع کاملا از هم فرق دارن سلطانه. او کارا را از روی انسانیت انجام دادم. با خدا یلماز خان چی بفهمم؟ گفتم ثواب داره ای بیچاره سرپناه پیدا کنه. گفتم با این کارم شما خوشخواد شدین اما اشتباه کردین. با خدا او بچه گفت شما و پدرش دستگری یک جای بودین و او یلمازه پیش شما منت مانده. سلطانه یلماز خان اگه خواسته باشین همه حالی رفته او از خانه بیرون میکنم. او بیچارم زیاد خوش بود اما تو خود کار خود انجام دادی. حالی میخوایی با این کارایت رفته مرد نظر او بچه یک آدم بد ثابت کنی. بیبی ای بار آخرت باشه سلطانه فهمیدی؟ اگه بعد از ای بدونه ای که از ما اجازه بگیری بدل خود کدام کار را انجام بدی باز قیمت گزافه خود پرداختی. بچه شم یلماز خان. دیده برین که دیگه چی گپا میشه یلماز خان. حال دیگه آب از سر پریده. چی یک نیزه چی 100 نیزه. از تخت بلند میشم. بابا استاد میشم یوسف. با ما کی فکر مانده. در آشپزخانه آب می نوشیدم اونجا یادم رفته. نه حاله درست پاکت بکنم ها؟ پاک شوی و راحت بخوابی. اما تو نیست دختر مقبول ما. از سر دومت که لغت کنم چطور صدایت مبرایه؟ باور ما بعد از ظهر از راه باش. پولت برات میتون. این موضوع بسته خود شد. بله دیدی که چطور پول پیدا شد؟ باید همیشه دومت لغت کنم که حق ما را بیدی. گوش کو چی میگم آقارم. قصه سرمنگسکه نکن توجه کارت باش. تو را باید همین قسم در بیارم. پدر نمیفهمم که تو از کی پول میخوایی، کی را میخوایی برا بیاری. نمیفهمم.
خدایا. خوش آمدین. خوش باشی. ما به جای راننده قبلی استخدام شدیم. خوش آمدی. زنده باشین. تبریک باشه. تشکر. نه دوست آرام باش. این گرگ از کی است؟ گرگم است. اگه میترسین بستش میکنم اما بی‌غرض است. نه مشکل نیست. وقتی دفعتن دیدم ترسیدم. اگه نه من گرگا رو زیاد دوست دارم. نامش چی است؟ دوست. دوست ها؟ تو از کجا آمدی؟ ها؟ وقتی خاله سلطانه گفت مشکل نیست باز ماندم در روی اولی باشه. مشکل نیست، کار خوبه کردی. صبح بخیر محمد. صبح بخیر. چطور هستی بچه کاکا؟ تشکر. شما چطور هستین؟ خوب هستیم. امروز به شرکت میایم. زیاد وقت میشه کارا به تو مانده. اگه خود میخوایی پس درست است. البته که صحتت خوب باشه. آمادگی لازمه بگی. یک جلسه میگیریم. هر قسمی که خواسته باشی. تو داخل نمیایی؟ نه خیر، شما برین. بیادری گرگ نباید اینجا دیده شود. این محمد باز چرا قهر است؟ نمیفهمم. همینجا باش. آفرین. خوش آمدی بچه. خوش باشی خاله. با جمیله بگوین بیایه. گناهش به گردن گرفتیم. همراهش گپ میزنم. درست است بچه. آی تو آمدی یلماز خان؟ آی با خدا برات زنگ زده جانم برآمد. او اوراق پیدا کرده نتانستم. او اوراق کارماسه را میگم. همراه منور یک جای به اونجا میرم. کم ثواب به دست بیارم. همیشه نمیری یوسف؟ لباسای ما تبدیل میکنم. بی آمدن. خوش آمدین. ما را تعقیب میکنین مادر؟ این گپ دیگه از کجا شد بچه؟ صدایتان که شنیدم. خواستم براتان یک خوش آمدی بگویم. بچه تو را نمیشناسه خانم حمیده؟ یلماز خان. خب درست است. ببینین کدام گپ قابل تشویش نیست. خدا را هزار بار شکر. شما را که خوش ببینم. دیگه هیچ آرزویی در دنیا ندارم. زنده باشین. دیشب خبر داده نتونستیم که نمیاییم اما خیر است دخترم. شما که با هم خوش باشین. ای پدر و مادر دیگه چی میخواه؟ پدر کمی منتظر باشین. لباسای ما تبدیل کنم. یک جای به شرکت میریم. یوسف بچیم بسیار زود است. چرا میخوایی شرکت بری؟ بچه ما ربان خانم حمیده. یوسف طفل نیست. حتما خود بهتر احساس میکنه. درست است. پدر و بچه باز حکم روایی خود شروع کردین. پدر ما زود میایم. درست است. من در پایین منتظرت هستم. خب دختر مقبولم.
بیا اینجا بیشی. شبتان چطور سپری شد؟ همه چیز بسیار عالی بود. براتون چی بگویم؟ تفریح، غذا، همه چیز فوق‌العاده بود. جانم، نوش جانتان. تمامش به خاطر شما بود. بسیار خوش شدم که لذت بردیم. دخترم، یعنی یوسف تو را هیچ ناراحت نساخت؟ نه خیر. ما و یوسف یک صفحه جدید آغاز کردیم. میفهمیدم. ای بسیار خوب شد. میفهمیدم که بازم با هم روزای خوش را خود داشتیم دخترم. باز میبینی از ایام بهتر خود شد. انشالله. جان مادر، گوش کو که چی میگو. هر وقت مشکلی که داشتی یا کدام گپ آزارت میداد، چی بفهمم دیگه انسان بعضی اوقات میخواد درد دل کنه. همیشه همراهت هستم. زنده باشین. با اجازه تان من پیش یوسف میرم. درست است جان. آماده شدی؟ میگم نمیشه که امروزم رخصتی کنیم یوسف؟ باید به شرکت برم باده. بیازو پدرم منتظر است. چی کنم؟ نمیخوایم از تو جدا شوم. ای به من جدایی نیست. هنوز بسیار فرصت داریم. تو جدی میگی؟ پس در این صورت هر لحظه زندگی من میخوایم با تو باشم و نمیتونی از پیشم فرار کنی. من به جلسه میایم. امی پیشتر از اینجا رفت. نه خیر، پشت دوا رفت. او دیگه شام نیست. من خب میگم که دیگه هیچ پس نیاین. نه خیر، اوش کنی کبیر. نمیشه اوش کنی نیایی. دروغ گوی. 5 دقیقه میگی باز 1 ساعت میباشی. نه خیر کبیر. خیر است باز شب بیا. درست است کبیر. درست است. درست است. اوف. یادم ده ای گل صبح آرام نمی باشه. توبه توبه. ایسو عادل بیادر بیانه کلولیم. سلام علیکم بیادر. وقت بیدار شدی؟ دل که آرام نباشه انسان کجا خو میبره. اما از تو یک چیزه میخوایم. لطفا بیادر مرا. چپ گپ نزن. بشین اینجا.
چیزی می نوشی عادل؟ زنده باشی بدر، زنده باشی. بیبی کلولم، او دوست جونیت نامرد از من یک ماشین خواسته. او ماشین با مریضای بسیار جدی استفاده میشه. برای من گفته که مادرش ضرورت داره. اما دیروز که مادرش شدیدم ماشاءالله ما او ترام دفن کده خواد مرد. یعنی چی بدر؟ گوش که جانه بیادر، باید بفهمم که جونیتی ماشین به کی خواسته. شاید به خودش خواسته باشه بدر. به خودش هم؟ کدام گپ را بفهمی او برم نگویی. او ماشین بالای تو استعمال خواد کردم. فهمیدم بیادر، اما من از هیچ چیز خبر ندارم. خوب است. اگر چیزی نمی نوشی چوکی را بند ننداز، بکن که باد به حالا جونیت بی شرف در کدام غار پد شدی؟ بفرما بیادر کدام عکس میخواستی؟ نه خیر، ما ایره میخوایم. چرا بیادر؟ میشه بگی عکس یوسف خانه چی کار داری؟ او را مشناسی؟ بله میشناسم، خودش روانم کرده. هر قدر عکس اونا کمرای خانم باده از بتیم. به شکت از بیادر، ما میگم که تو را کدام جای دیدیم. تو پیش یوسف خان کار میکنی اما تو نیست. سیدی هم است، او را میخواه بیادر؟ میخواه هر چی که از برم بتیم. ایلاکو گفتم ایلاکو. دوست آرام باش. ایره بیبی، حالا ممرای چی کنم توبه؟ خب شما کجا میرین دخترم؟ بازار میریم پدر جان. مادرت خود گفت که با کار ماست میرین دخترم. بله اول به بازار میریم، بعدن به کارماس میریم. اول باید همراه دخترم کم خرید کنم یلماس خان. خوب است، براتون وقت خوش میخوایم. خسته نباشی. زنده باشین. بچیم بیا که بریم. ما همراه مراد میریم، چی میگین؟ شما رام یلماس خان به شرکت ببره، رای شرکتان بلد میشه. راست میگه پدر، بیا که بریم. درست است. بیا دخترم. توبه، دنیای نامرد، دنیای به انصاف. به پدر یک بچه خدا خان و دیگیش راننده او میسازه چی بگویی؟ اگه ناراحت میشین موسیقی رو خاموش کنم. نه خیر بانش، موسیقی ترکی رو دوست دارم. ما هم دوست دارم. بیشتر دادان دروازه دا ماشین دست میزدی. با ماشین موتر بلدیت داری؟ بله یوسف خان، کار ما ترمیم هر نوع ماشین است، اما با ماشین موتر زیاد کار کردیم. گفتی ماشین موترها؟ مادرم به موترها زیاد علاقه داره. همیشه موترهای جدید میخره. میخواستیم یک نمایشگاه جور کنیم اما نشد. این کارو باره ببین کجا میتونیم کم وقت پیدا کنیم بچیم. پس شما شادخت مرا زیاد خوش کردین؟ شادخت؟ یک بار به یلماس خان نشان دادم. او موتر از زمانهای بسیار سابق است. باید بسیار مقبول باشه. اول شکلش مثل بقه بود یوسف خان. او را خریدم، بالایش کار کردم، حال کاملا مثل یک شادخت است.
بسیار عالی. میخواستم دو موتر مادر ما به چکر ببرم اما تو متایل هستی الماس؟ نه خیر یوسف خان. جای مادر پر ساختن اما انشالله خانمت چکر ببری. اگه قسمت باشه. فردا یک بار به دکانت میریم. با ما هم نشانش بده. البته هر وقتی که خواسته باشین. گوش کو چی میگم مراد. تو اول ما را یک چکر بازار آوردی فهمیدی؟ بعد از او ما را به کارماس آوردی. تو اصلا ما را اینجا ناوردی فهمیده شد؟ هر قسمه که شما بگوین خانم. همه قسم میگم. اوف به خدا کمرم درد گرفت. چل دفعه برات گفتم که به یه اتاق نیا. وقتی هم آمدی به اتاق ما برو. چی کنم دختر؟ مصروف کار که شدی من یادت میرم. مام خواستم خدا به یادت بیارم. به خدا چشمایت میکشم کبیر. اعصابم خراب نساز و بیرون شو. هلا آقا بابا نامده؟ آیسته گپ بزن کبیر. هلا بیرون شو. کی خود شدی دختر؟ در دیوار یا ای دختره که از اون آبتر است. هلا برو گفتم برو بیرون شو. چرا چی گپ است که قدر عجله داری؟ بله؟ توبراک خواهر جان. خانم محترم کی کار دارین؟ بله؟ میخواستم امرای توبراک گپ بزنم. اینجا به نام توبراک کسی نیست. شماره را اشتباه دایر کردین. نرس خانم کجا رفته باشه؟ خدا دفعتا جنوار گم ساخت. شماره را که شما دایر نمودید فعلا خاموش می باشد. خدایا خودت کمکم کن.
ما شکم گرسنه تو رو سیر نساختم ها؟ برای سرپناه ندادم، دخترم پیش امانت نماندم، تو چی توی کار کردی؟ توف شما نمکرما آجل لباس خود جمع کرده از اینجا گم شوین، دیگه نمیخوایم شما رو اینجا ببینم. وای 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 آقا برای بیبی ما رای آسانی از اینجا بیرون میسازی؟ تو چی کار هستی احمق؟ اما این کار بعد است. این رئیس دیوانه بوده دختر. گپ ما گوش کن. تو میخوایی به می سادگی ما را از اینجا بیرون کنی؟ فراموش کردی که سرنوشت تو به دست ماست؟ اگه برم پولتی باز از اینجا چی که تو را از دنیا بیرون میکنم احمق. فهمیدی یا نه؟ حالا بلند شو، زود باش دیگه. گزارشات باید رسانده شوند. به ازو بسیار دیر شده. از این بیشتر معطل نشه. هرچی شما بخواین یوسف خان. باده ده محل کار هستیم. گلگی آماده هستن، منتظر شما هستیم. درست است. چطور بخشیده میتونی باده؟ درست پیش میخواست از تو جدا شوه. درد دوری از عشق خدا با تو مداوا میکنه. از تو استفاده میکنه و تو خاموش هستی. بس است دیگه محمد. از گپای ناق تو خسته شدم. تصمیمای تو چقدر به زودی تغییر میکنه. قبلا خود گپ ناق نمیگفتم. میگفتی حق با جانب هستم. چون فکر میکردم تو با من همدرد هستی محمد. فکر میکردم خوشبختی مرا میخوایی، اما تن و درد تو نرسیدن به من است. اینو میفهمی که اگه این موضوع افشا شود چقدر متضرر میشینی؟ اگه عاقلانه رفتار کنی به فایده‌ت است. از من امید خود قطع کن. من عاشق یوسف هستم. او هم عاشقم است. بس قسم؟ بله همه قسم. مبارکتان باشه آقا شکر. انشالله بخیر فروشنده و بخیر گیرنده باشه. روز بخیر. روز بخیر. روز شما هم بخیر. شکر کاکا پولتان روان میکنه. تا یک ساعت دیگه به حسابتان میرسه. اگه به ما کدام امری نباشه به شرکت برام. یوسف خانم جلسه گرفته. نه خیر، بسیار تشکر میکنم. آقای محمود، از اساس بودن این موضوع خود شما خبر دارین اما تو نیست؟ تشویش نکنین خانم امیده. روزتان بخیر. بیا دختر. مادر جان، پولا را گرفته پیش پدرمشان بریم. چی گفتین؟ صبر کو دخترم، یک بار خوب پول بگیریم. دستابتان روان میکنن دیگه. دخترم، ما به تو چی گفته بودم؟ پدرت از این کار خبر نمیشه. درست است. خب بلیاز خدا چی کنیم منور؟ واه 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 واه. بگویم وضعیت شرکت ما خراب است. بفرمایین این پول آوردیم. راست میگین. پس حالا چی کنیم؟ این کارها را به ما بان. حال امرای بیادرت گپ میزنم. با ما یک راه را نشان میده. یک چاره پیدا میکنیم. گپ ما گوش کن. دهنت باز نکنی. غرور پدرت مشکنه دخترم. درست است. درست است، نمیگم برشان.
حالا سوار شده. اگه نمیشه زحمت نکش و تعمیر کردن ببرش. درست شد یوسف خان. آفرینت به خدا. یعنی تو هر کار هستی. در دفتر ما بودن این قسم یک آدم بسیار خوب است. اما تو نیست پدر؟ جلسه شروع شده. کاکای محمد حالا شروع میکنیم. یلماز دستایت برکت. تو از اینجا دور نشو. درست است یوسف خان. فعلا خداحافظ. دوباره تجربه گپ میزنیم. کمی دیرم شده. همراه مسئولین صحبت کردم تا برنامه ما را کمی زودتر بگیرن. مسئولات در وقت جمع آوری شود. یک درست تفاوت میکنه. ایره شما میفهمین. کسایی که در نمایشگاه میاین با موضوعات جدی متوجه میشن. کمی دگم دقت کنیم محمد. کل چیز داخلی خریده است. میگم با تجلیل کردن بریم. یوسف تبا ساختیم. درست است بیادر، من متوجه همه چیز هستم. خانم تولبکس موترش را باز میمانین. دروازه را بسته نکردین. چی میکنی بیادر؟ پیش روی تسایل کو یک دفعه. اونجا چی گپ است؟ ده ای سرک کلان تکر میکنه. میشه یک باری طرف سعی کنی بیادر؟ بیادر آمر صاحب دکس ما چطور میشه؟ درست از خانمین آمدم. توبه توبه. خدا لعنتت کنه. خاله خاله ما اومدیم. خاله پنار منور
خاله یوسف ما آمدیم طرف ما بیبی یوسف شما از کرماس آمدین؟ کرماس چی خاله؟ همراه مادرت با کرماس نرفتی؟ راست میگن. بیروار بسیار زیاد بود من بیرون شدم اما مادرم تا هنوز همونجا است. خوب است چای دم کده می نوشی که برد بیارم؟ نمی نوشم. درست از برد میارم. درست است. خدای من این همه چیزا رو چرا فروختن؟ باز درست است. زیاد عقب نماندیم. از امروز برنامه خود تطبیق میکنیم. محمد بچیم صبر کن ما هم همراهت میاییم. ضرور نیست کاکا جان. من حال با فروشگاه میرم. یک مشکل پیش آمده او را حل میسازم. درست است برو. جلسه ختم شد بیادر بیا که بریم یک قهوه بنوشیم چطور؟ درست است. شما برین پدر. خسته نباشین. زنده باشین کاکا. پدرم زنگ زدن. اگه میخوایی من گپ میزنم. ضرور نیست.
بله پدر جان. کجا هستی دختره؟ من در شرکت هستم. این چی به مسئولیتی است؟ به خبر به صبحانه خوردن میری، فکر نمی کنی که پدرم به تشویش خود شد؟ و باز بدونی که خبر بتی همه قسم به شرکت میری. این چی حال است دخترم؟ چرا خبر نمیتی؟ پدر، ما و یوسف آشتی کردیم. تبریک باشه. تبریک باشه. یعنی همه چیزا فراموش کردی، همه تو نیست. آفرین به تو دخترم. آفرین. یوسف شوهرم است پدر. تو خوب هستی؟ تو در کنارم هستی، پس چطور خوب نباشم؟ اگه میخوای خانه برو، من چند دقیقه پسانتر میایم. درست است. میرم به تو غذا پخته میکنم. پس باش که دستکول خودم بگیرم. چی گپاس آقا رمزی؟ میبینم که ایده لباسایت جای نمیشی. گپای ناق نزن خانم. با ما بیبی از این به بعد با ما درست گپ بزن. اینقدر پول خود از سر سرک نمیتی چطور؟ بی از اون مام داخل میرفتم. در داخل نمیشه. بشیدم در. توبه توبه. بیادر برو کمی چکر بزن. بله. آقا جلال وقت دارین؟ کار دارم. زیاد وقتتانو نمیگیرم. فردا در صبحانه منتظرتان هستیم. به همین خاطر زنگ زدم. اگه بیاین خوش میشیم. خب پولا رو بتی دیگه حالا. ای چه قسم کار است بلیاز خدا؟ چرا خانه را تنها میمونی؟ چه کنم دیگه؟ نرس در خانه است. بیازو بسیار کنجکاو شده. تو تشویش نکو آقا رمزی. هیچ کس به پولای تو دست نمیزنه. نام خدا بیازو یک دقیقه از پیش چشم دورشان نمیسازی. پاکاریکو خداوند به زودی مرا از اینجا نجات بده دیگه. کم مانده گلم. صبر کار بگی. اوه کی آمده؟ دانستی او را فریب بتی؟ اگه دو موتر جونت باشه بازو وقت چی خواد کردیم؟ بلیاز خدا قبل از اینکه کسی ببینت از اینجا برو. نه خیر بیبی دو موتر جونت نیست. پس او کی است؟ این قبلا هم آمده بود.
من از اقاربی دختر فکر کرده داخل خواستمش اما نامد. اونا در موتر چی میکنن؟ ما هم نمیفهمم. خب به هر صورت به ما چی؟ به ضرر ما نباشه کافیست. او به خاطر تو فراموش کردم که دوایی دختره بتم. اینا یک چیز تبادله میکنن به خدا. ای آقا بابا باز کدام برنامه داره؟ تو باز کجا میری؟ به خدا تو ما رو در کدام جنجال مندازی؟ بکی گفتم میتونم خانم. اوارا قسمی که آوردیم اما قسم خواب است بدون کدام حرکت. پس خوب است. حالا اگه تحقیقات خلاص شده باشه پول بده که برم. ما گفتم که آقا بابا کدام نقشه داره. با خدا اینا کدام برنامه بزرگ دارن. پدر، او کی است پدر؟ کی است؟ پدر خدایا خودت کمکم کن. تمامش همی از به نظرم کم معلوم میشه. نصفش برات آوردم. قسم گپ نزده بودیم. به خاطر که نصف پول باز در میدان هوایی برات میتم. پاسپورتایتان هم آماده میشه. شما به امریکا میرین آقا. نظر به او آمادگی خود بگی دیگه. به نظر تو دهی کار موفقات شدی؟ از پولایی که گرفت به ما هم حق خواد داد. باز خواد دیدی. امی قسم خواد کرد انشالله. ای چرا تو شد؟ چی شده دختر؟ وقتی از پشت دویدیم سیروم چپه شده. حتما در پایین بند مانده بوده. آریگه پاره بان دختر. تو بکس پول دیدی نه؟ برای یک عمر کافی است. احمد بیادر خوش آمدی. خوش باشی. به من بره سلیمان. اما بوره را خوبته. نوش جان. خوش آمده بیادر. خوش آمده. بشین راحت باشین. سلیمان میشه کمی با هم گپ بزنیم؟ البته محمد خان.
بفرمایین، کار داشتین؟ امروز این محصولات جمع میکنیم سلیمان. چطور امکان داره؟ هنوز بسیار وقت است. تو از بانک قرضه گرفته بودی نه؟ بله محمد خان. چند ماه است که قرضش نپرداختی؟ تقریبا 3 ماه شد. بی شیرم، این بانک های انصاف ندارن. تمام دار و ندار انسان از پیش آدم میگیرن. تو هم 3 ماه میشه که قرض خود پرداخته نتونستی. بله محمد خان. خوب اگه یک ماه دیگه هم نپردازی چی خواهد شد؟ گپ ما گوش کن. با گرفتنی خود گم میکنین درست است. تو هم بایی میری. به وعده خود وفا کردم. حال شما به وعده خود وفا کنین. خدا یارت آقا بابا. تا شام خود گم میکنین، فهمیدین؟ تا شام منتظر نمانیم کبیر. در 5 دقیقه آماده میشیم و از اینجا میریم. چرا عجله داری گالم؟ کار ما هنوز ختم نشده. تو کم گام صبر که دختر. صبر چی کبیر؟ بکس خدا گرفته از این جهنم بریم. قربانت شوم کبیر. تو در کارهای من مداخله نکو فوندا. گفتم منتظر باش. 4 زانو زده منتظر باش. روز بخیر. میخوایم در مورد یک موضوع براتون اطلاع بدم. البته تأسیسات خانجی اغلوها، رای وسطی حصار. چطور هستی منور؟ خوب هستم، مثل همیش. تو چطور هستی؟ خوب هستم، خوبتر از همیشه. یعنی کوشش میکنم باور کنم که کل چیز خوب خواهد شد. تو چی میخوانی؟ ایلاناتا میخواندم. چطور یعنی؟ تو میخوایی کار پیدا کنی؟ بله. من نمیخوایم تو امتحان بیکار بشینم و وقت خود ضایع کنم. به نظر من کار خوبه میکنی، اما برام نگویی که بده شرکت کار کنی خفه میشم. نه خیر. راستش من اتو یک منظور نداشتم، فقط همو تو پرسیدم. خوب است. حداقل یکی خود طرفدارم است، اما پدرم میخواد که در شرکت کار کنم. این خصلت پدران است. بله، این هم خصلت دختران است. میخوایم در جای دیگه کار کنم. کار خوبی میکنی. به خاطری که خفه نشن اگه یک بار گپشون گوش کنی باز برای همیشه عادت میکنن. بعدم تصامیمی که میگیری یا مخالفت میکنن یا که میگن درست نیست. خب تا حال کار مناسب پیدا کردی؟ اگر راست بگویم یک دو جای پیدا کردیم، اما فکر نمی کنم که موفق شم. ببین منور، یک چیز به فکرم آمد. اگه میخوایی همراه پدرم گپ بزنم، شاید مناسب تو یگان کار داشته باشه. راستش نمیفهمم. بد نخواد بود؟ احمد بیادر، قبلا هم براتون گفته بودم زاویه ای کمره کاملا خراب است. بچه ممی چند روز پیش جایشان تغییر دادم، دیگه چی کنم؟ میبخشین نخواستم در کارتون مداخله کنم، اما ای دو کمره یک جای نشان میده. اما اگه او را
به خاطر کمک به این کمره در پیشوریش نصب کنین مشکل حل میشه. حق به جانب است جوان. فارغ بالا شو و کمره را بیار که در اینجا امتحانش کنیم. درست است استاد. زنده باشی جوان. کارت خلاص شد بچیم خانه بریم؟ بریم یلماس. مراد نامده؟ نه خیر نامده. کار مراد خلاص نشده. ما را یلماس میبره. پس بفرمایین بریم یوسف خان. یلماس بعد از امروز همراه ما در شرکت باش. در کنار ما باش. با تو ضرورت داریم. هرچی شما بگوین یوسف خان. از گپایت فهمیده میشه که نباید یک راننده باشی. امروز کسی آمده بود. همراه پدرم گپ می زد. اما من دیده نتونستم که او کی بود. به موبایل پدرم بسیار ضرورت دارم جنید. شماره توپ را که کاملا فراموش کردیم. تو چرا چوب هستی؟ چی شده؟ کدام اتفاقی افتیده؟ ما به تو وعده داده بودم نه؟ میخواستم ثابت بسازم که یوسف واقعا کی را دوست داره. خب نتونستم. امروز ثابت کرده نتونستم. اما یک روز حتما چهره واقعی یوسف برات نشان میتم. هوا جدی میگی؟ یعنی مطمئن باشم که این کارم میکنی؟ بعد از او چی میشه؟ وقتی که من در ایالت هستم اگه دنیانم سرم چپه کنی چی خواد شد؟ ما به خاطر تو گفتم چشم بادمیم. نگو. این قسم نگو جنید. به من درباره یوسف یه چیز بد نگو لطفا. اما قسمی که تو من دوست داری ما هم قسم او را دوست دارم. فکر میکنم کل چیزا فراموش کرده باشه. شاید اما تو باشه. اما من به عشق او شک ندارم جنید. تو هم باید این را قبول کنی. چی میشه مرا درک کن لطفا. خوش آمدی. خوش باشی. شما هم خوش آمدن پدر. زنده باشی دختر. تو اینجا آمدی؟ خانه نوت خوشت آمد؟ بچیم. بفرمایین کاکا یلماس. با شروع کردن به کار مرا حیران ساختی. راستش من درباره تو دیگه چیز فکر کرده بودم. حتی به خاطر تو با شرایط بهتر از یک کار آماده ساخته بودم. تو را به استانبول روان میکردم.
اونجا کارت آماده بود. حتی به خاطر تو خانم گرفته بودم. گفتین استانبول؟ وقتی چند وقت پیش در دکانت آمده بودم بریم گفتی از اینجا هیچ خوشت نامده. بسیار خفه شدم. فکر کردم حالا هر قسمی که شده باید این مشکلت حل کنم. حالا باید خمت بخورم یلماس. تو نمیخوای تمام درد و رنج خدا در اینجا رها کده زندگی جدید خدا آغاز کنی. قسمی که دیگه را میکنم. چی تو نمیخوایم کاکا یلماس؟ پس همیاله رفتم میتونی بچیم. مجبور نیستید اینجا بوده به کار خود ادامه بدی. قسمی که یوسف گفت یک بچه زکی و هوشیار هستی. کار کردن در اینجا به تو حیف است بچیم. بلند شو برو زندگی خود نجات بده. تمامه درد رنج و غمت در اینجا بانو یک زندگی نوا خواست که بچیم. درد و رنج انسان در قلبش می باشه کاکا یلماس. هر جای بره اما ای درد و رنج او را رها نمیکنه. یعنی هیچ وقت پشت ما رها نمیکنه. بس تو یک بار برو امتحان کن. اگه نشد دوباره آمده میتونی بچیم. انسان بعض اوقات غمای خود به زبان آورده نمیتونه کاکا یلماس. من امروز اولین غم خود فراموش کردم. بعد از مرگ مادرم فکر کردم دیگه در اینجا زندگی کردن نمیتونم. اما امروز وقت در کنار شما بودم احساس کردم که یک خانواده دارم. از همین خاطر اگه شما کدام مشکل نداشته باشین میخوایم همینجا باشم. درست است جانم. کاکا یلماس بسیار زیاد تشکر. یوسف جان ما برات نظر بتم بچیم. بار دیگه عروس مرا تنها بالا روان نکنی برات گفته باشم. راست میگم بیچاره چشمش در آماند. هر باره که صدای موتر میشنید با خدا چشماش برق میزد. تو تا به حال کجا بودی یلماس خان؟ دست روی خودم میشستم. خوش آمدی بیادر. خوش باشی بیادر. کدام گپ ناراحتتان ساخته پدر جون؟ نه خیر دخترم، فقط کمی خسته شدیم جانم. بعد از نان ما براتان قهوه آماده میکنم با هم می نوشیم. درست است؟ تمام غذاها را آوردن. این همه را خوب به خاطر سیل کردن آماده نکردن جانم. بلیاز خدا شروع کنین. خب کارما چطور بود خانم حمیده؟ یک بیرو بارو یک گدودی بود که برای چی بگویم یلماس خان. اقدر خسته شدم که فکر میکردم تمام کارهای دنیا را به تنهایی انجام دادیم. اما تو نیست منور جان؟ گناه خودت از خانم بیادر. بعد از عملیات یک روزم استراحت نکردی و هیچ متوجه خود نبودی. آی حسن بان دیگه تو هم پشت چی گپا میگردی؟ برای ما چیزی که مهم است فقط سلامتی اولادهای ماست، دیگه چیز نی. یوسف جان کارا را چطور کردی جانم؟ بسیار کارا باقی مونده. بان دیگه تشویش نکو، او را هم خلاص میکنی. فقط متوجه صحتت باش. خدا را هزار بار شکر که کل ما دور هم جمع شدیم یک جای هستیم. در زیر یک سقف زندگی میکنیم. تو هم در پهلوی خانم تو امر خانوادیت هستی. ها؟ مهمترین چیز در زندگی انسان خوشی خانوادیش است و بس. باده زیاد نخو. دخترها مایی آماده کردن. بسیار تشکر. اینه سلطانام غذا را آورد. ای بادن جان است؟ ها. یعنی چی که ها؟
تو سر من رشخندی میکنی؟ من نگفتم که امشب ماهی پخته کنین سلطانه؟ در خانه نبود، باز گفتم فردا صبح رفتم ماهی تازه بگیرم. از این خاطر پخته نکردم خانم میدم. مادر جان، من این غذا را زیاد خوش دارم. زنده باشی دخترم، هوای من بسیار خوش داشت. میفهمی چی گفتم میری؟ این کارا را قصدن انجام میتی اما تو نیست؟ نگفتم دیگه در این خانه نام او گرفته نشه؟ معذرت میخوایم. دانه تبستک و خارج شو. زن بیعقل. او زن با یک کلمه گپش تمام آرامش ما را از بین برد. خدا لعنتش کنه. بابا خوب هستم. بخش. چرا برام دروغ گفتی؟